عجب تیمی ساخته این آلونسو. بازی رئال و لوانته تو زمین لوانته برگزار شد و طبق معمول رئال بازی رو هجومی شروع کرد و دقیقه 28 با گل خوشگل بیرون پای وینی دروازه لوانته باز شد. چند دقیقه بعدش هم وینی با یه پاس خوب ماستانتونو رو تو موقعیت گل قرار داد، اونم با یه ضربه عالی دروازه رو باز کرد. همین الان لایکو بزن تا بریم سراغ نیمه دوم. در شروع نیمه دوم لوانته روی اشتباه مدافعان یکی از گل‌ها رو جبران کرد، اما 10 دقیقه بعدش امباپه از روی نقطه پنالتی گل زد و بلافاصله بعدش هم با یه فرار عالی و پاس گل عالی‌تر گولر صاحب موقعیت شد و دبل کرد و بازی شد 4-1 و همچنان رئال در صدر جدول و امباپه صدر گلزنان لالیگا. چی شد؟ ترسی دیوار سایی؟ نظر تو برام بنویس.